رویا دوست چرا داغدار شده است؟ در زلزله ایراد چی کسی را رویا دوست از دست داده است؟ رویا دوست چرا دیگر آواز نمیخواند؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. رویا دوست هنرمند خوش صدا و خوش سیمای کشور است. وی نه تنها آوازخوان است بلکه دختر سینما و یکی از جمله موفق‌ترین تئاتر بازهای کشور است. رویا دوست در ابتدای جوانی در سینمای افغانستان ولی در خارج از کشور کار میکرد. رویا دوست در ابتدا همیشه با اسیب ساعد در برنامه‌های رسانه‌ای یکجا ظاهر میشد و همه فکر میکردند رویا دوست نامزد اسیب باشد، ولی بعدها این موضوع واضح شد که رویا دوست خوب اسیب و آریانا است. رویا دوست با کمک و همکاری آریانا سعید و هنر خوانندگی در سال 2015 روی آورد. رویا دوست تا کنون چندین آهنگ ثبت کرده است و از طرف مردم تشویق فراوانی هم شده است. خانم رویا دوست در کشور جرمنی زندگی می کند. وی اصالتاً از ولایت هرات باستان است. خانم رویا دوست در حادثه مرگبار زلزله هرات که روز قبل رخ داده است، تمامی خانواده کاکای بزرگ خود را از دست داده است و در سوگ و غم خانواده کاکای خود نشسته است. این آفت مرگبار زلزله در هرات جان بیشتر از 1000 نفر را گرفته است و تا کنون هم از تلفات دقیق این حادثه خبری در دست نیست. برای کسانی که در این زلزله جان شیرین خود را از دست دادند، جنت و بهشت از بارگاه الله برایشان خواهانیم و برای کسانی که زخمی شدید شدند، شفای عاجل از خداوند متعال برایشان خواهانیم و برای متباقی ساعت کامل و عمر طولانی نصیبشان بگردد. هراتیان عزیز، در غمتان شریک هستیم. عرض تسلیت خدمت هموطنان عزیزم، مردم شریف هرات. دوستان نهایت عزیز، اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درود دیگر، بدرود.